نشت آب از درین کولر باعث همچین خسارتی داخل خونه شده. ببینید همش خیس و خیس، همینجوری نفوذ کرده تا طبقه پایین. رنگ ببینید چی رو بلند میکنه به همین راحتی. وقتی زیرش خیس بشه رنگ به راحتی بلند میشه. نگاه کنید این همش خیس، رطوبت داره. نگاه کنید گچ خشک به این شکل، سفید یک دست. این کامل خیس. باید زاویه درین کولر رو درست کنیم که بیاد بیرون، راحت شلنگ جا بگیره، آب تخلیه میشه. الان من آب رو حس میکنم، دست که میزنم آب رو حس میکنم. نصابا، سازندهای محترم، لوله کشا، همیشه فاصله درین کولر با پنل کولر حداقل باید 5 سانتی رعایت بشه. الان یه سیستم‌های جدید اومده که درین کامل تنظیم میشه، اگر از اونها استفاده کنید که خیلی خوبه. ولی اگر از لوله ها به شکل سنتی قدیمی استفاده میکنید اینو حداقل بیارین بیرون که راحت تخلیه بشه. لوله‌تون هم مستقیم تا پایین ببرید، بعداً جلبک یا رسوب لوله نزنه که باعث کیپی و گرفتگی لوله میشه. دوباره هم آب برمیگرده داخل ساخته. اصلا راحت بلند میشه. نگاه کنید وای این چطور بلند میشه. این یه جزئی، یه کار جزئی رعایت نشده اصولش، واسه همچین خساراتی شده. تمام این کلید پریزا زنگ زدن داخلشون. این چیزی رسوب بستن اتصالی میده، خدایی نکرده کسی رو برق میگیره.